جوانان عزیز، شما دایوس نشید. دایوس کسی که رسول اکرم میگوید که و هو الذی یقر سوء فی اهله. دایوس کسی که زنش زیبا میکنه استرانا میبره. دایوس جوانی است که زن میگیره فاطمه میپوشانه جوره هاش نشان میده. دایوس است. ما برای شما یک قصه کوتاه میکنم، دعا میکنیم. بعد در دوره جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باید جوان خوب جورا بگیره، جوان نمازخوان جورا بگیره، جوان بی نماز جورا نگیره که در روز قیامت خداوند برای ابی معیط مشرک لعین خداوند در قرآن گفت که یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. در روز قیامت ابی معیط هم ایمان آورد به پیغمبر خدا یک روز. امروز ما ملاها بسیار بی انصاف شدیم، ما ایشانا بسیار حرامخور شدیم، ما ملاها از جهت حرامخوری را از جهت بی‌تقوایی را سخن من دیگر نمیگذرد. رسول اکرم خانی مشرک در آمد چی گفت؟ مشرک گفت که مرحمت یا رسول اکرم طعام بخو. رسول اکرم گفت والله ما آکل طعامک حتی تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. قسم من الله نام تنم میخورم تو که ایمان نیاری. امروز ما ایشانا ما ملاها خانه عرق فروش بریم، گره فروش بریم، دلار سه میگیریم، پولش میگیریم، نمیگیم بچم تو نماز بخون. خدا میپرسه فقط روز شامش به پولی حرامی را گرفتی، تو حرام خور شدی. او را با تعریف میکنه که بچم تو مرید من جنتی. روز اول پیر دوزخ میره، بعد خود دوزخ میره. این دروغ است. این روز سیاسی خلیشان را که پولی حرام بگیره با بگو که تو جنتی هستی. روز سیاسی خدا شرم بزار. بعد یهود هم میگو که ما فرزانده پیغمبر هستیم، همش دوزخی شدن. امروز کلام ایشان میگه که تو بچم به نماز هم باشی، تو خوب است مرید من هستی، روز مسلمان هستی. ایشان از ذات خدا بترسید. ای بس شرم است. ابی معیط مسلمان شد، از پیغمبر خدا شرم داشت، از رفیقا شرم داشت. یک هفته پس رفیقی بدبختش آمد. چی گفت که ما فهمیدم تو با محمد مهمان آوردی. گفت بله محمد خانی ما مهمان شد. من گفت که تو ایمان بیار با تا میخورم. ما شرم داشت ایمان آوردم. رفیقش گفت که برای از دینت بگر بعد خانت میدارم. رسول اکرم داشتم داشت و خانه کبی گفت گشت از دینش کافر شد. خدا میگه قسم به یگانه خدا که روز قیامت ابی معیط دستاش میگردد. میگه که چرا ما محمد دوست بگیریم. هر جوانی که در اینجا نشسته اگر رفیقی به نماز جورا بگیره، رفیق عرقنوش دایوس بگیره، این قدیس در دوزخ دایوس است میسوزه. رفیقی به نماز بگیر، مردی به نماز قدیس تو جورا نمیشد، برای خواهر جورا میشد، برای پول جورا میشد، برای زن جورا میشد. او از خدا نمیترسد تو قدیس چقدر جوراگیر میشد. او بزرگ گفت است که شیطان که را نگشت با جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم را نکرد. شیطان 1000 مرتبه از مرد به نماز او برای آدم و تو برای خدا نکرد. او بدبخت به نماز او که خدا را سجده نکرده چه با تو جوگی میکند. شیطان علیه لعنت که یک انسان به نماز رفیق شد، رفت شب نیمی شب که رنگ شبی باشید یک جا بزن خوب میکنیم. شیطان از جا شد طرفی به نماز چی گفت؟ تو قسم به نام خدایی که مرا آفریده، من یک سجده آدم ترک کردم برای خدا مردود کرد، ملعون کرد، مرجوب کرد. تو بدبخت در همین روز 64 سجده الله رو ترک کردی، تو از خدا شرم نداشتی. من در برای تو خدا میکنم، من از تو بیزارم. این شیطان میگه. جوانان عزیز، شما به ناموس شدید. امروز مادرانمان به ناموس شدیند، دختران ما پشت و گفتی بابشه بروک میپوشه. این دایوسی را به دختری تاجیک بروک میپوشه. با پدری در بین ما جمعه میره، با مسجد میخوره. یا تو مسجد نره، تا با دختر تا ایزار پوشان باید مسجد بره. تو با تعریف نکن خدا در بین جماعت گردن، تو بگو خدا الله از نمی بکشه از این کارم. تو شرم داره، تو ناموس کن.